سلام رفقا، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدیو زیبای دیگه با مرشاد. اومدیم این بار تست داریم. چه تستی؟ تست انرژیزا. هر کس هست سلام. انرژیزا تموم انرژیزاهایی که توی ایران پیدا میشه رو ما آوردیم اینجا. البته حالا این دو تا برند از دست یکی بود برند کینگ بود، اونم چی؟ برند کینگ نعنایی. برند دیگه هی گفتم اونو بگیر. آقا دو سه تا دیگه نبود. آره ولی یه چیزایی داریم که نه، مثلا یه دونه داریم روسیه. کدومه؟ اینه کامرا؟ نه یکیش روسی. اینه مثلا. اینو ببین. تا آخر ویدیو با اون باشید که ببینیم کدوم اینا خفن تره. چند تا خارجی هم داریم، ببینیم آیا خارجی با ایرانی فرق داره. 100% نداره. بریم برای ویدیو. برند ایرانی اولی نگاه نکن اولی ببین بذار صادق باشم. گلدن بلاست. تو خمه نزن ببین خیلی به نظر خارجیه خب، ولی رکب میخوریم. ایران تو همین بغل پر شده. چطور ما بخوریم تو نخوری؟ خیلی قویه. من شنیدم گلدن بلاست شما کافئین. بابا اوه تورین چیه این؟ از اینا هم داره تورین. این اصلا فارسی ننوشته که این زبان زرگریه کلیش. یعنی فقط کافئین نیست، ببین یه چیز از اون تورنین. بازشو هم برای ما مهمه. بازشو یعنی چیه؟ راحت باز میشه. This is Elon Musk. آقا بوی خوبی میده. بوش دقیقا مثل ردبوله. آقا کم میخوریم همیشه بخور. کم میخوریم زیاد میخوریم. برو. چقدر چقدر زرده. من نمیبینم ولی به هر حال خیلی زرده. رنگ زرده زیبایی داره. قشنگ رنگش. مرشاد جان بی زحمت حال ما رو به هم نریز. با تشکر. شاید یکی داره با غذا این ویدیو میبینه. سانسور کنید. شاید یکی داره. خیلی زرده. خیلی زرده. نکته‌ای که مهمه کالری خیلی مهمه. وایس از سلام. شراب هست اینجوری. خجالت بکش. کف خوبی هم داره. آقا 105 کالری داره. خب 105 ویتامین B داره. کل گروه ویتامین B رو داره. خوبه. خب یه لیوان نوشابه شما بخورید 120 کالری داره. اینجوری بهتون میگم. جونم براتون بگه که قندشم ننوشته. برو بریم. برو بریم. من بازشم با این میرم. برو بریم آقا. برو بریم. اصلا نیستم. اصلا نیستم. ببرش. نظرت چیه که آخر این ویدیو همه اینا رو ترکیب کنیم؟ آسمان چشم او دوست دارم. آفرین. دوست دارم. بعدی آقا جنبه نداری نخور. تیرکس. یه دایناسور. میدونستی تیرکس از اینا میخورد که اونجوری شد؟ دستاش هم اونجوری بود چی؟ نانی؟ اومایوا دستاش میری برای باز کردنش. ویتامین C داره. آقا 2 تا تیرکس بود. خب من اینو بگم یه سری هم بگن تیرکس اون چی یکی طرفدار خب. تیرکس دار. بریز آقا بریز ببینیم چه رنگی. اوه رنگو ببین. رنگش مثل لیموناد داداش انقدر خود بکشه ما. رنگ دیوانه است این رنگ پسر. رنگ زرده اصلا. مصنوعیه. خیلی مصنوعیه. خیلی بده بازم. این میرانده ها میگرفتی یا با طعم چیز بود؟ با طعم لیمو بود رنگی بود. نخور. ببین زهرمار ببند اون نیش تو. مثلا شربت سینه بده اون بر. نخرین این محصول کاملا دزدیه. بعدی کافئینه. افکت آها. داشت. کلا عربیه. افکت. سخت شهرم. محصول ایرانه. تحت لیسانس آلمان. تحت لیسانس MBG Global Brand. کالریشو بخون. 115 نکته داره. این کافئین داره. اونا هم داشتن قهوه داره.
اونا نداشت. داداش مطمئن قهوه توشه؟ ببین ویتامین بیو داره. خب روش نوشته کافی دیگه بحث نکنیم. یعنی قهوه است؟ داداش قهوه بوش با دوتا قبلی یکیه. بوش دقیقا مثل رید. بوش آره مثل توت فرنگیه. برو. دارم با غذا میبینم رنگش قشنگ مثل اولیه. مثل اولیه کوپه. آره چی بود اولیه اصلا؟ به تو چه؟ با منی؟ بفرمایید. بوش هم همونه. برو بریم. بوش که رئیس جمهور آمریکا بود. حالا بعد میکنه. حالا بعد میکنه. چی کار میکنی حالا؟ ببین خیلی حالا بعد میکنی. خب خوشمزه تر دوتا قبلیه. قبول دارم. یه مزه خیلی شیرینه. آدامس مانند. آره خیلی شیرینه. مزه آدامس مانند ببین. قلقله کردن. قلقله. به هر حال حالا خوشمزه بعد بود. میکنی برو. قیمتشون 20000 تومن. چه همه این ایرانی‌ها 20000 تومن بودن. بین 18 نون تا آره 18 تا تا 23. 25. نه تهش 23 تومن بود. در کل به نظر من 20000 تومن این میارزه بین اون سه تا. بین اون سه تا این خوب بود. این خوب بود. بریم بعدی. اینو من واقعا تا آخر میخورم این چیز. آقا لیسانسشو داره. بیگبره تحت لیسانس آلمان با قیمت 20 فکر کنم 2-3000 تومن. همون قدم. کالریش خیلی پایین‌تره. اونها چرا؟ 102. اونا 105 به بالا بودن. این خب. 102 از بقیه مقداری کمتره. بله. چی داره؟ بپرس. ویتامین سی داره. نه بپرس چی داره؟ چی داره؟ ویتامین چی داره؟ خب الان به جواب میدم. نه ننوشته. یعنی خود خری. ویتامین نداره فکر کنم. میریزیم ببینیم چه. بوش ملوه. همون بوی توت فرنگی رو خیلی میده. ولی کمه. همون بوی قبلی رو میده ولی خیلی کمه. رنگش هم حتی همونه. بزن روشن شیسه ایه. داشت من فکر کنم کپی همونه. نه حس میکنم رنگشون مثل برو هم آقا، ولی برو. مزه‌ش بگم. رنگش که همونه. فرق میکنه. یه مقداری تهش تلخ میشه. آره یه مقداری تهش تلخ میشه. یه مقداری هم انگار ترش‌تر اونا. یه مزه یکم ترشی آره داره. یکم تور چجوری من میشه ترش باشه. ببین تیست یکم خارجه. تیست خب بدی نداشت. خوب بود. پرابلم من پرابلم با تلخی تهشه. سارکوی چرت و پرت. آقا به نظر من قبلی کافیه خوشمزه تر. به نظر من اگه بخوام انتخاب کنم بین اینو قبلی منم قبلی بچه تا فعلا کافی از همه خوشمزه تره. افکت دادش. افکت اسمش افکت. آفرین. عجب چیزیه. یه دونه قول براتون آوردم خارجیه. نه چرا ترکیه؟ خارجیه این. آره داشت عربی نوشته روش والله. جان تو ایجوفیل عربی نوشته. هرچی به هر حال خارجی ولی تحت فکر کنم ایرانی تحت لیسانس. آخه جاش فارسی ننوشته. ولی چیز وزارت بهداشت خب اون زده. فرق داره ولی فارسی جاش ننوشته. ایزوفول اسمش ترکیه. آره ترکیه. سوزوک ایکل بفرمایید. خیلی قوله خره. که ترکی. بله خیلی قوله خره. نمای کار زیبا کار شد. عکس منو زده. بازش میکنیم. باز تو حرف خانواده است اینو شما میتونید به عنوان مثلا ظهر و نهار بخرید خانوادگی میل کنید با غذاتون. رنگ با قبلی یکم کم رنگ تره. بوش کلا فرق داره. خیلی بوی خوبی داره. بوی شیرینه اصلا بوش مثل بوی شیرینیه. آره بوی شیرینیه. آفرین. چه رنگاشو مثلا همه چجوری میشه بوی اینقدر متفاوت بشه رنگش.
تموم شده رفت. خیلی خوبه. من پر ولی کم این نیست. دوتا قبلی بیشتر. نه من اینو واقعا تو میخوام. این؟ آره. خب مرشاد این، من دوتا قبلی رو بذار انجام. ببینم. شما آدم بخریم این کدوم بهتره؟ کالریش چقدر بود؟ کالریش 105. خب بعد ببینید چقدر کافئین دارن اینا. آفرین. الان بهت میگم. من همین الان اکتیوم. بریم فوتبال. داداش این خیلی زیاده. 0.2% کافئین. فدا سرت. 2% بابا اصلا اینقدرش هم کن. چقدر کافئینش کمه. خیلی کافئینش کم بود. بعد یه انتخاب برای جوونا. به جوون پسند. آفرین. برند و حدس بزن. بفرمایید. نفهمیدم. خوندم نفهمیدم. بذار برند آنترس. تاچ د سان بود آنتارس. انترس. برند انترس. انترس انترس اورجینال. تاچ د سان. ویتامین گروه بیو داره. اوه این کافئین زده؟ آه. به اضافه کافئین همون توتوله که میگه اصلیش تورتین هم چیه آقا ولش چیزیه؟ کن. تحت لیسانس آلمان اینا. بله و کالری چرا آلمان انرژیزا میزنه؟ کلا چون مردم بی انرژی داره انرژیزا میزنه. الکیه. یه چرت و پرتی 110 کالری داره. کالریش تقریبا به بقیه فکر کنم ببین یه کمپانی آلمانیه اومده لیسانس داده به لایسنس، یعنی یه شرکت یه کمپانی آلمانیه اومده لایسنس داده به ایرانیا، فقط همون یه کمپانی داده و هم خریدن ازش. اعتباری بوش با اولیه یکیه. آره بو ساده ای داره. بو ردبولی داره. ما از این به این بو میگیم بو ردبول ساده. بوی توت فرنگی رو میگیم بوی ردبول. بو توت فرنگی نیست به خدا. توت فرنگی بود. بحث نکن با من. توت بو ردبوله. خیلی کم رنگی مثل همون هم هست. نه کم رنگ تره بقیه سکم. به شیشه ای. آره باور میشه قرقره میکنم مزهش در میاد. حالمو بد میکنه. اونو جان تو. حالمو بد اصلا. مزهش در میاد. هیچ فرقی با ردبول نداشت. یعنی با ردبول که نخورده با اون اولیه. با اولیه یکی بود. NRJ بود. خلاصه اینه. با NRJ یکی آقا بود. این اصلا هیچ فرقی. اصلا معلوم چیه؟ اصلا برندش اینو معلومه. مزه زیاده. ما دوتا مثلا با فتوشاپ یه طراحی زدیم اینجا، بعد رفتیم اینو پر کردیم و بردیم. آره اینو نخریم. اینو نخریم چیزیتون شد ما گردن نمیگیریم. ایج. این فکر کنم بدون شکرش هم. ایج گرفتیم بدون شکر. زیرو. کالری صفر. دوست دارم. مزه سگ میده. من خوردم. به نظر من مزه سگ میداده. چرا مزه سگ؟ شما میدونی. به نظر من مزه آخه سگ من ردبول بدون شکر خوردم خیلی خوشمزه بود. بابا همش دروغ، همش ریا. اینجا دارم میمیرن. مخاطب پا داری. کلی پول گوشیته. بریز. خب بعد بریز. بریز. یه داغه. بفهم. رنگ با اونا یکی ولی کف کرده. آره. کف ولی یکی. کف کرد. نکات ایج. آقا این کالریش صفره. کل گروه های ویتامین بی داره. کافئین 80 میلی گرم داره. 80 میلی گرم کافئین داره و نمک و اینا هم نداره. وایسا یه قیافه اینجوری هم که باید دوری کنم. مزه سگ میده. خب تلخه دیگه شکر نداره. بابا خب باشه. خب نمیتونید نزنید خب. راحت نشو. ولش کن. آخه من نداره. انرژی درینک زیرو خوردم. یه دونه دیگه داریم فکر کنم. آره ولش کن. نه چیزم داریم. تو بگو. بوش با مثل همون اسکام تمش. فنای ایج بریزن زیر کامنت ها. بریم الان ببینیم آیا ایج معمولی با ایج بدون قند فرقی داره یا نه. بابا خیلی بهتره اون شد. خیلی بهتره اون شد. ولی یه نکته دقت کردی؟ شما دقت کردی؟ بله بفرمایید. آخرش میگم.
آخر بریم بعدی. بعدی هیچ جا ندیدی. من هم تا حالا ندیده بودم. نمیدونم بفرمایید. ودکا؟ ودکا ولکا. البته اینو بگم اجی که ما خوردیم الان دو تا طعمش بود ولی 1000 تا داشت. صورتی داشت، سبز داشت، لیمو داشت. کالریش این فکر کنم روسی باشه. نه اینم آلبانی. کالری خیلی پایینه. چند؟ 42. دوست دارم ببینم. نمیدونم. فرد راست گفتم. خب میدونم. ببینم از چی زده. ویتامیناشه؟ این what the fuck؟ شکر نداره اصلا نزده شکر. رو گفت. بابا این ور شکر نوشته اون ور ننوشته. بریم بابا بریم. این مزه ترشی میده. مزه کاکتوس میده. آره مزه میوه کاکتوس رو میده. این چی بود؟ تو زنجان پر شده. اینه برای بعدی. حالا بعد بگو حالا کجایی؟ خراسان رضوی. آلمان. ولی کجا پر شده؟ کجا پر شده؟ این کارخونهش کجاست؟ نه نوشته. با میزنه این پایین. جانت فکرم خیلی جای ناجوری که ننوشته. ابر چی؟ چی؟ اینا اینجا نوشته نشه. آدرس کارخانه ابهر. ابهر کجاست؟ ابهر بگید. ابهر تاکستان. برش کن. داداش این فکر کنم آدرس فیک دادن استار. دقیقا با قبله یک. من آخرش یه چیزی بیارم بهتون میگم. لایف استار اسمش. لایف استار. آره لایف استار. برزورد شد تامی لایف استار. هیچ به هیچ فرق با قبلا نره. شیرین تره. یه مزه خاصی داره. یه مزه ای داره ولی نمیم چیه. یه فرق داره مزهش. کالریش هم 115. از یه زنجانیه کالریش بهتره. زنجانیه 46 بود. هیچی نداشت. 40 بود. بعدی رو بیا. بریم بعدی. بعدی خارجی. هایپ اصلا نه هایپ ایران. پول دادم زیاد باش. هایپ اصله. بله. این اندازه ویتامینای گروهی داره. بذار بگم اندازه 6 تا انرژی درینک ایرانیه. قیمتش دیگه. آره قیمتش. حجمش که از همون اصلا خیلی. World Champion Limited Edition. لیمیتد ادیشن. مال فوتباله. لیمیتد ادیشن نسخه خاصی گرفتیم. این نیست تو ایران اصلا. فقط ما گرفتیم یه دونه برای ما فرستاد. تو کل سوپرمارکت ها میتونی ببینی. کالری اینا چون خارجی 180 نه 43 کالریش. کالری 43 اندازه زنجانی است. ببینیم زنجان میزنه یا بوش تون نیست اصلا. بوش خیلی ملایم ملوه. رنگش هم مثل هموناه. قیمتش ولی 3 تا 5 تا اوناه. باز مزه ترشیه رو میده. هیچ فرقی با قبل نه. به خدا با زنجان یکی. بیار زنجان. فرقی با قبل نه. ودکا رو بیار. زنجان ولکا رو بیار. بیارش نه. خدا میخوام یه وکیل. نتیجه آخرش بگیرم. باش. نتیجه داره. هیچ فرقی با زنجانیه نمیکرد. بعد ردبول رو بیار خارجی بیار. آقا سلام چطوری خوبید؟ تندرستید؟ آقا تا اینجای ویدیو یه لایک گنده بزنید ممنون میشم. بریم سراغ ویدیو. ردبول اصل ایرانی نی. ردبول اصله. برش میگردیم مثلا سازت نجیبیم. مال اتریش پر شده.
اتریش پرشو دوست دارم. چقدر کالری؟ کالری 48 تا 48 اینجا زدم. کالری آن 40 این کیلوه. این کیلو جوله تو چیزش میشه 48. کالری 48 با ردبول با هایپ یکیه. درش فرق داشت بوش یه مقداری فرق داره. بوی خوبیه. بوش توت فرنگیه دیگه. به خدا توت جان فرنگی توت نیست. فرنگیه. کامنت ها بگی زیاده حواسی داره. بقیه رو میخوام بریم سلات. تموم. ببین چه خوش. اصلا از اول که میخوری مزه فرق آره داره. خیلی خوشمزه است. خیلی خوب. آقا به قلب درم کن. عرق کشمش و کرم کرده. به نظر من ردبول تا الان همشونو میزنه. 6 هیچ میزنه. آره. ردبول همشونو میزنه. خیلی. البته ببین من خیلی هیتر ردبولمو. من ولی نمیدونم چرا الان. آره ولی شاید ردبول که خوردی بد بوده. نه اتریشی کلا با نبوده. بقیه برندهای چیز. آقا ردبول هایپو که رقیبش بودو که زد هیچ بابا. قیمتش با هایپ یکی بود ولی مزهش خیلی داداش با خفن. هایپ یکی نبود فکر کنم. چرا؟ یکی بود؟ مانستر همه گرونتره. مانسه چون عوادش بزرگتر بود. بحث نکن. بریم بعدی. انرژی زمزم. زمزم که میشناسی. بله. بانوشا شیشه‌اش معروفه. بله. در سطح بین الملل زمزم همون شخص بزرگی که گفت نوشابه بده ولی خب داشت زمزم میخورد. زمزم میخورد. تازه زمزم رو من دیدم صادر میشه تو کشورهای عربی. بهتم نشون دادم. کارخونه‌ش هم هست همینجا اصفهان. زمزم انرژی زیبا با مزه استیویا. 122 تا هم کار. مزه استوایی. انرژی استوایی خوردی؟ نه. نخورد. ندیدی نشنیدی. ویتامین بی داره، کافی داره، توران هم داره. توران هر دفعه یعنی این از این عوض بد قلقاه. بابا از اینا خدا بوایسا. گشنه. در شما در بزن من با انگار نوشابه‌های مثلا 20 سال پیشه. آره انگار رانیه. باز نمیشه ناخون چیه میخواد آخه؟ آخه. بیا اینجا بابا حالا گرفت اصلا همجه زمزم با دندون بابا کما ناخون نرم. یعنی انگار رانیه. چقدر کالری داشت؟ 120. گفتم 122 تا کالری. پرشکر زده آقای زمزم قوی اومده بالا پرشکر. دیگه گفتید ما اینجا که اومدیم. ویتامین رنگش اگه صورتی نباشه صورتیه. قهر میکنم. صورتیه. اگه ولی صورتی بوش دقیقا با بقیه یکیه. آره. چجوریه؟ اگه صورتی نباشی همین رنگو ببین. آقا بابا برو برو بالا. برو. هستم من به خوبی ردبول نی. ولی این بحث داره. جا بحث ولی داره. تموم ایرانی ها رو میزنه. تموم ایرانی ها رو میزنه جدا. تموم ایرانی ها این بهتره ولی به خوبی ردبول نیست. اوکی من هنوز ردبول رو بیشتر دوست دارم ولی این خوبه. من چه میگم قیمت بود؟ من میگم برابره با ردبول. اینقدر خوبه. من ردبول رو بیشتر هستم. چه ردبول یه جوری 20 میشد تومن. مزش یه حال عجیبی میشد. زده دیگه اینا زیرش 25000 تومان. 25000 تومان شما اینو میخواید چون تقصیر من برای بار ردبول بفهمید. خبر تستا. بله دمار ردبول در به بود. خاطر بچه‌ها دارم میبینم براشون. همه شو خورد نه بده. نمیدم. آقا یکم بعد بذار برای میکس همه‌شو میخوام میکس کنم. بابا این خیلی خوشمزه. قبول کنم من. اصلا مزه داره. آره من یادم رفت. یه مزه‌ای داره. آره. ولی همه ایرانی‌ها رو می‌ذاره. آره همه ایرانی‌ها بهتره. رنگش هم باحاله. من چون صورتی مردونه بود برادرش. ظاهرش هم باحاله. فقط این لوگویی که زدین دزدیه دیگه. لوگوی بالاش مال بتل ما که میدونیم چیه. آره. حالا با هم میگیم مال زمزم. مال کال آف دیوتی لوگو. بیار بالا.